السلام علیکم و رحمت الله برادران اهل اسلام. امیدوارم خوب بودن. صحت هستید؟ الحمدلله. ما امروز اومدیم به مسجد تاجمهر شهر یک گروه برادران اهل دهه شهر امروز حشر آمدگیان کار مسجد رفته سه. الحمدلله استادم در اینجا در رفت کار اون برادرانی که ما را دستگیری دارن خیر احسان دارن. ما یک دعا گرفته میتیم. اگر شما تیار باشید ما را دستگیری کردن لایک کامنت برادران این نوارا پهن کنید که تیسر مسجد ما آباد شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و آنانی که انشاءالله صدای ما را میشنوید. امروز روز پرفیض پربرکات، صبح بخیر بود. امروز جمعه مبارک، الحمدلله حج و مساکین حضور داریم. الحمدلله امروز در خانه خدا حق سبحانه و تعالی که مسجد تاج محل امروز چند روز است که چند سال شد که خدا خواهد 2 سال و 3 ماه شد تقریبا انشاءالله خدا خواهد من برادر اهل عزیز محله خدا خواهد انشاءالله دوست و اهل هوشیار زمین برای آبادی انشاءالله خدا خواهد. یعنی این مکان، این جای مبارک خانه خدا که بهترین مکان دنیا است خدمت دارن. الله سبحانه و تعالی اولا هر یکی ما و شما ان شاء الله خدا خواهد راضی شدگی باشد. عزیزان من میتونین ان شاء الله خدا خواهد شما دستگیری کنین ما را، چون که اندک 1 3 ماه 4 ماه دیگر مون ان شاء الله خدا خواهد این کار را به پایان میرسونیم و دیگر شما را بی‌زواتر هم نمیکنیم ان شاء الله خدا خواهد. لیکن امروز محتاج ان شاء الله خدا همون چی هستیم، گاه ها ان شاء الله خدا خواهد با شما عزیزان هم صحبت میشیم. البته الله سبحانه و تعالی ان شاء الله شما را بای کرده است. خدا خواهد انشاءالله دولت داده است. البته دولتی از این هم با بشمار کرد، لیکن ما حرکت کرده این دولت ما جای خوب نه، جای آبادی خانه خدا انشاءالله و جایی که خدا خواهد منفعتی مردم میرسد همین جای این دولت صرف کنیم. تو میگه بی توان میگه در این دنیا عقبا را خری، آخرت برای آبادی کردن مثل سخنی پیغمبر دنیا مزرعه الاخره، دنیا کیساری آخرت است. چی از ما کشیده، ما هم اگر انشاءالله همچی یک پیشوا باشیم و ما هم نماز نخونیم، ما هم خیر احسان کنیم، ما خدا بیکار مفت انشاءالله خدا خواهد جنت نمیتیه. برای جنت دادن آن وظیفه‌ای که در پیش گذاشتگی است انشاءالله خدا خواهد، البته همون وظیفه رو باید که اجرا کنیم. من روز قیامت هم بهترین گفتیم چند بارا در نوار که بهترین انشاءالله شخص اولین به جنت میدراید مردی سخی انشاءالله خدا خواهد میدراید. عزیزانی من یک حکایه به یادم اومد. یک آدم بای می شود، بسیار آدمی پولدار، میگه یک لباسا بیاره، من یک لباسا میپوشم سیر میکنم، خیلی لباسا میارنش معقلش نمیشه، آخر یک لباس میگیره میپوشه، میگه گفت که خیلی اسبی زور بیاره، خیلی اسبا هم میارنش معقل نمیشه، اسبای زیاد نش میتن با اسب سوار میشه و بعد میگه شهر میبرد چشماش طرفی بالا با یک فخر و غرور سفر دارد. میگه یک باره میگه یک آدمی کم بغل لباسای دریده اومده لجام اسبش میقبد. یک باره میبینن میگه کس میگه کی قدرت دارد که لجام اسبی منو میگیرد؟ گفت میگه گوشت دار گپت میگم. گوشت وقتی پس میکند میگه من عزرائیل هستم، من جهانگیر فرشته هستم و مجرد شنیدن جهانگیر فرشته میگه دیگرگون میشد اون انسان. میگه یک اجازت بده، من یک اهل عالم نمیگه اجازت نیست، این آخرون لحظه های میگه از دنیا گذشته است. یک بار میگه جانش میگیرد از بالای اسب میگه مثل یک تخته در زمین میزند و نه پروای دنیا میکند، نه پروای مالش میکند، نه پروای زنش، نه پروای ماشین و نه پروای خانش، چون که آنچه که کرد خدا خواهد تا حیات بود الله انشاءالله خدا خواهد میرسونش. خدا خواهد زیرا ادگاه دنیا جای کشته، عبادت قیمتی باقی بهشته.
اون خیر احسانی که کرد میرسد، بعدی که نکرد انشاءالله همش تله تارانش نمیرد. بعدی مردیم همه چیزا بیکار میشد، همه چیز این خانه و در و ماشین و هیچی دستگیری ما شدیم. اون سه که عبادت کردیم کارهای خوب نکردیم همه چیز بر قبر انشاءالله عالم برزخ و در آخرت دستگیری ما و شما میشه. ما مثل این خدا خواهد انشاءالله با یکی و غرور داشت لکن در راه الله خیر نکرد، روز و هم گذشت انشاءالله. خدا خواهد ما هم میگذاریم، نه شاه میموند نه گدا، لیکن در همه دنیا انشاءالله خدا خواهد ما یک برای خود یک چیز بمانیم که انشاءالله یعنی از ابد در یاد انشاءالله اینها باشد.